یکی از تبلیغاتی که از طرف دین ستیزان معمولاً برای به دام انداختن برخی از انسانها و برای فریب افکار عمومی علم می شود، تبلیغ دینی است به نام دین انسانیت. کسانی برای به دام انداختن جوانان مخصوصاً و کسانی هم که فریب خورده اند و رودست خورده اند به اصطلاح، ادعا می کنند که بهترین دین انسانیت است، دین اخلاق است. یعنی انسان باید انسانیت و اخلاق داشته باشد. این دین ارزش دارد، این دین واقعی است. این قضیه است که عرض کردم توطئه هایی پشت آن هست و یک سابقه ای دارد این دین برای خودش. کسی که اولین بار سخن از چنین دینی گفت، دینی که اصلا نه پیامبری دارد نه خدایی دارد، این دین شخصی بود به نام آگوست کونت، حدود نزدیک به 2 قرن قبل در فرانسه، یکی از فیلسوفه ها و جامعه شناسان فرانسه، که اولین بار این ایده را مطرح کرد. برای مقابله با دین، برای کنار زدن دین، آمد چنین ایده ای را مطرح کرد که بهترین دین انسانیت است. خیلی کلمه دهن پرکنی است به اصطلاح و فریبنده است و هر انسانی شیفته می شود. بله، انسانیت خیلی عالی است، ما هم میگوییم انسانیت بسیار ارزنده است و تبریک میگوییم به هر کسی که در مسیر انسانیت واقعا بتواند موفق بشود و یک انسان با رفتارهای انسانی رفتار بکند. ولی چه خبر است که در مقابل دینی که سراسر تعالیمش تعالیم انسانساز است و همه برنامه‌هایش در جهت تحکیم روابط انسانی است، در جهت تقویت انسانیت است، برای پرورش انسان، این دین از جانب خداوند تعالیم متنوعی را ارائه نموده است. بچه مسلمان زاده سخن از دین انسانیت بزنند، یعنی اون شخص هیچ آگاهی از تعالیم دین خودش ندارد، هیچ خبری ندارد که در دین او چه نهفته است. از یک طرف نشان دهنده عمق جهل و بیخبری یک انسان است و از یک طرف هم متاسفانه نشان دهنده سوء عملکرد ما مسلمانان است. وقتی افراد مسلمان انسانیتشون کاهش پیدا بکند، از لحاظ رفتارهای انسانی ضعیف عمل کنند، در جوامع بشری ما رفتارهای غیر انسانی را از خود مسلمانان شاهد باشیم. طبیعی است که افرادی بهانه به دستشون میافتد یا تلقی از دین این گونه میکنند، دین را این گونه میفهمند و تلقی میکنند و برداشت میکنند که این دین فقط شعائر تعبدی است، فقط نماز و روزه و حج و اینهاست، کاری به رفتارهای انسانی ندارد و انسانیت در اون وجود ندارد به تعبیری. در صورتی که عرض کردم تمام تعالیم دین ما بر اساس همین تکریم انسان و حس انسان دوستی تدوین شده است. اولا خداپرستی و توحید و ایمان و بعد از آن در رفتارهای انسانی شعائر تعبدی، در یک طرف اصلاح رابطه انسان با الله جل جلاله و بعد از آن اصلاح رابطه انسان با هم نوعان خودش، در رفتار، در اخلاق و تحکیم روابط اجتماعی و اصلاح در رفتارهای انسانی که خودش اصلا یک بحث بسیار عمیق و مفصلی است. از همون افرادی که ادعای دین انسانیت دارند که دین نیست، در واقع فقط یک فریب است، سوال میکنیم این انسانیتی که شما ادعا میکنید چارچوبش کدام است؟ کجا هست این انسانیت؟ چه چارچوبی دارد؟ چه معیارها و ضوابطی دارد؟ آثار و ثمرات آن در جوامع انسانی کجاست؟
چه آثار و ثمراتی دارد و داشته است اگر شما چنین دینی را دارید و از طرفی چه ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد که شخص بتواند این را اجرا کند؟ آیا سلیقه‌ای است یا الزامی در کار است؟ آیا ضمانت اجرایی دارد یا اینکه هر کس به سلیقه خودش، به تشخیص خودش انسانیت را پیاده می کند، با هر سلیقه‌ای که خودش دارد دم از انسانیت میزند؟ خب انسانیت به فهم انسان اگر بر بگردد، هر کس یک فهمی دارد، هر کس یک سلیقه‌ای دارد برای خودش. اخلاق و انسانیت یک واژه است که باید تعریف شود. این گونه نباشد که شخصی ادعا بکند که مثلا همجنسگرایی هم غیر عین اخلاق است، عین انسانیت است. امکان دارد دیگه، هستن الان افرادی که حتی همجنسگرایی را هم نوعی اخلاق و انسانیت میدانند، در صورتی که عین رفتارهای غیر اخلاقی است و فطرت انسان در تضاد است. پس اینکه این انسانیت به سلیقه خود انسان واگذار بشود و به تشخیص خود شخص کیفی، به قول خودمون دل بخواهی، شخص بخواهد انسانیت را هر جا دلش خواست پیاده کند، نه معیار و چارچوبی دارد، نه ضوابطی دارد، نه آثار و ثمراتش مشهود است و نه هم ضمانت اجرایی دارد، کجا میتواند این انسانیت پیاده شود؟ در صورتی که در دین ما تمام چارچوب‌های انسانیت و نوع دوستی مشخص شده است.